أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. برادران و خواهران نهایت معزز و مکرم بینندگان شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان و محترمین هستم در قسمت 138 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه چند قسمت گذشته در مورد احکام و آداب و مسائل رکن چهارمی از ارکان اسلام روزه هست که بعد از اینکه در قسمت های گذشته تعریف روزه و حکم و حکمت و آداب و فضائل روزه و ماه مبارک رمضان را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کردم و همچنین محرمات حسی و معنوی روزه را که چه چیز حسن و معنویاً در روزه در ماه مبارک رمضان محرم است بیان کردیم و بعد از پرداختیم به بیان بعضی از احکام که احکام قبله و بوسه گرفتن در رمضان و سرمه کردن و همچنین حجامت کردن و قی کردن، اینها را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کرده بودم و در دو قسمت گذشته اعذار را بیان کردیم که کدام اعذار است که سبب بشود که انسان روزه خود را بخورد، که او سفر بود، احکام مسافر و همچنین احکام مریض و شیخ فانی و خانمی که مرض ماهوار داشته باشد و یا حامل بوده باشد و یا طفل شیرده داشته باشد و این مسائل را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما در دو قسمتی گذشته بیان کرده بودم و در این قسمت حکم کفاره روزه را که چه وقت بر بالای انسان کفاره روزه واجب می‌گردد و کفاره چگونه باید داده شود و همچنین حکم روزه از غیر را که چه وقت انسان میتواند که از غیر روزه بگیرد و چه وقت نمیتواند. این احکام و مسائل را در این قسمتی از برنامه در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد. در مورد کفاره روزه ما قبلا گفتیم که محرمات روزه دو نوع هست، یکی محرمات حسی و یکی محرمات معنوی، که محرمات حسی عبارت است از خوردن، نوشیدن، جماع کردن، قی کردن قصدن و خارج کردن منی قصدن و همچنین خوردن یا تناول مغذیات، چیزایی که انسان را ادویه‌ای که انسان را تغذیت میبخشد. اینها محرمات حسی هستند و کسی که یکی از این محرمات را مرتکب شود روزه از او نقض میگردد. و گفتیم که در این سه شرط هست. یک شرطش این که انسان عالم بوده باشد و شرط دومش که انسان بیاد داشته باشد و شرط سومش که به اختیار خودش بوده باشد. اگر کسی در حالت جهل این چیزها را مرتکب می شود، این محرمات را، یا کسی که در حالت نسیان اینها را مرتکب می شود، یا کسی که در حالت قهر و جبر و بزوری این چیزها را مرتکب می شود، اون معذور هست و گناهگار نمی شود و همچنین بر بالای از او قضا نیست. و همچنین بیان کردم که از جمله اعذار سفر هست و همچنین مریضی هست و شیخ فانی هست و خانم حامله‌دار و خانم شیرده وقتی که روزه بر آنها ضرر برساند و همچنین خانمی که مرض ماهوار و یا نفاس حالتی از او میگردد. در این حالات این عذر گفته می شود و میتونن روزه خود را بخورند و بعد از او قضای از او را بیارند. اما کسی که بدون این اعذار در روز رمضان روزه خود را میخورد، نانی میخورد، آبی می نوشد و یا قی را قصدن از دهان خود خارج میکند و یا منی را قصدن از خود خارج میکند، در این حالات فقط بر بالای از او قضا هست که امون روز را باید قضا بیارد، لیکن این شخص گناهگار است، باید استغفار کند و توبه کند و به طرف الله متعال رجوع انابت کند
و چون این شخص مرتکب کبیره از کبائر گردیده و خوردن و نوشیدن و اینها در ماه مبارک رمضان یا ارتکاب یکی از محرمات حسی در روز ماه مبارک رمضان از جمله کبائر گناه ها شمرده می شود و علاوه بر اینکه قضای آن روز بر بالایش بعد از رمضان واجب هست، فرض هست، علاوه بر این باید توبه کند و استغفار کند و توبه نصوح کند که دیگه دوباره این کار را نمی کند. در حدیثی که امام احمد او را روایت میکند، اگرچه سند حدیث ضعیف هم است، لیکن او آمده که من افطر یوما فی رمضان من غیر عذر لم یقضه عنه صیام الدهر و انصامه، کسی که یک روزی از رمضان را بدون عذر افطار میکند، روزه خود را میخورد، اگر کل همه سال را، همه عمر را روزه بگیرد، باز هم او را به جا آورده نمیتواند. این اینقدر گناه عظیم بزرگ و کبیره هست. و همچنین امام ذهبی رحمت الله علیه می فرماید و عند المؤمنین مقررا ان من ترک صیام رمضان من غیر عذر انه شر من الزانی و مدمن خیر بل یشکون فی اسلامه. همه مسلمان ها بر این اقرار دارند، بر این باور دارند که کسی که در روز رمضان بدون عذر روزه خود را میخورد، این کاری از زنا و از شراب خوردن هم بدتر است و گناهش از اونها هم کرده بیشتر هست. بلکه در اسلامی از این شخص شک هست که این شخص مسلمان هست یا نیست. به این اندازه علما تشدید دارند در مورد کسی که بدون عذر روزه خود را میخورد. اما کسی که در نهار رمضان مرتکب جماع با خانم خود می شود، در این حالت علاوه بر اینکه قضای یک روز بر بالای از او واجب هست، بر بالای از او کفاره هم است و کفاره از او عین کفاره ظهار است که در آیه قرآن کریم در سوره مجادله آمده والذین یظاهرون من نسائهم منکم من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. در اینجا کفاره از او به ترتیب 3 چیز ذکر شده که اول آزاد کردن غلام هست و اگر طاقت این را نداشت باید 2 ماه پشت پشت روزه بگیرد و اگر طاقت این را هم نداشت باید 60 مسکین را طعام بدهد. پس کسی که در ماه مبارک رمضان مرتکب جماع با خانم خود می شود، علاوه بر اینکه آن یک روز را قضا میارد باید کفاره هم بدهد و کفاره گفتیم عین کفاره ظهار است که باید غلام را آزاد بکند یا بندی را آزاد بکند و اگر استطاعتی از او را نداشت باید 2 ماه پشت پشت روزه بگیرد و اگر استطاعت آن را هم نداشت باید 60 مسکین را طعام بدهد. و این مطلب در حدیث هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، حدیث صحیح که صحاح 6 و همچنین امام احمد رحمت الله علیهم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم فقال هلكت یا رسول الله. یک شخص محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و فرمود که من هلاک شدم یا رسول الله، من هلاک شدم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که و ما اهلک، چی چیز تو را هلاک کرد، چی چیز سبب و باعث این شد که تو میگی که ما هلاک شدم؟ آن شخص فرمود که وقعت علی امرأتی فی رمضان، من در روز رمضان با خانم خود جماع کردم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که هل تجد ما تعتق رقبه، آیا میابی آنقدر مال و پول دارایی داره که غلام را آزاد کنی؟ قال لا. این شخص گفت که نه، من انسان فقیر و مسکین هستم، پول و دارایی ندارم که غلام را آزاد کنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که هل تستطيع ان تصوم شهرین متتابعین، آیا طاقت و قدرت از را داره که بعد از رمضان 2 ماه متتابع پی در پی روزه بگیری؟ این شخص فرمود که لا، من این کار را هم نمیتونم. در روایت آمده که همین روزه بود که مرا در این گناه واقع کرد، من نمیتونم که 2 ماه پی در پی روزه بگیرم. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا، آیا میتونی که 60 مسکین را طعام بدهی؟ قال لا. این شخص گفت که من این را هم نمیتونم، من شخص مسکین هستم، پول ندارم که 60 مسکین دیگر را طعام بدهم. حضرت ابو هریره رضی الله عنه میفرماید که ثم جلس، این شخص در این مجلس در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مجلس نشست. فاوتی النبی صلی الله علیه و سلم بعرق فیه تمر،
نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک چیزی کلانی آورده شد که داخلش تمر بود. عرق یک پیمانه را بزرگی را گفته می شود که تقریبا که بیشتر از 60 ساعت، بیشتر از 20 ساعت خرما داخل از او جای می شود، چون در روایتی آمده که با 15 ساعت و در روایت هم آمده که 20 ساعت تمر داخل از این چیز، داخل از این تمردانی بود و یک ساعت هم که تقریبا چیزی کم 3 کیلو هست. و این شخص که در بعضی روایت ها آمده که نامش سلمت بن سخر یا سلمان بن سخر البیاضی الانصاری از خزرجی بود. این در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نشسته بود که یک شخص دیگری یک ساع و یک پیمانه را آورد که داخلش خرمای زیادی بود که به 20 ساع می رسید و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که تصدق بهذا، تو این خرما را بگی و این خرما را صدقه بده در مقابل آن کاری که از تو صادر شده که در روز رمضان با خانم خود یک جای شدی و هم بستر شدی. فقال اعلا افقر منی، آیا در این مدینه کسی از ما که فقیرتر هست که من برای از او این را صدقه بدهم؟ ما که فکر میکنم در مدینه از ما که شخصی فقیری نیست. فما بین لابتیها اهل بیت احوج الیها منا، در بین دو جهت مدینه، جهت شرقی و مدینه، از ما که دیگه شخصی فقیری در مدینه وجود ندارد، از ما اهل بیت که دیگه شخصی فقیری در مدینه وجود ندارد. راوی حضرت ابو هریره می فرماید که فضحک النبی صلی الله علیه وسلم حتی بدت انیابه، با این سخن این شخص رسول اکرم صلی الله علیه و خندهش آمد و خنده کردن تا که دندانهای مبارکشان دیده شد. ثم قال اذهب فاطعمه اهلک، بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این مرد گفتن که این طعام را بگی با خود ببر و اهل خود را طعام بده تا که این سبب کفاره تو شود از آن کاری که تو آن را مرتکب شدی که در روز رمضان با خانم خود یک جای شدی. این حدیث دوستان عزیز اولا دلالت بر این دارد که کسی که در ماه مبارک رمضان، در روز ماه مبارک رمضان مرتکب جماع با خانم خود می شود، علاوه بر این که برای از او قضای آن روز هست و این کار را که قصداً می کند باید کفاره بدهد و کفاره از او همچنان که امام نووی ذکر می کند با اجماع علما است و گفتم که کفاره هش همچنان که در این حدیث آمده همون کفاره زیهار است که اگر بتواند یک غلام را آزاد کند این کاری خوبی هست. اگر آن را نتانست باید 2 ماه پی در پی متتابع روزه بگیرد و اگر او هم نتانست باید 60 مسکین را طعام بدهد و این ترتیب همچنان که در این حدیث آمده مطلوب هست و در آیه قرآن کریم هم این ترتیب مطلوب هست و روزه گرفتن آن یک روز در این روایت نه آمده، اما در روایت دیگری آمده که او را امام ابو داود روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این شخص فرمود که کله انت و اهل بیتک و صم یوما و استغفر الله، این طعام را تو ببر به خانه‌ات، خودت و اهل بیتت بخور چون شما احوجترین مردم هستین در این مدینه، و صم یوما و استغفر الله، و در مقابل این یک روزی که تو مرتکب این جرم شدی، مرتکب این کار شدی، یک روز دیگر را قضایی بیار بعد رمضان و استغفر الله و از الله متعال مغفرت هم بطلب. پس بنابراین کسی که مرتکب زنا می شود در روز رمضان اولا باید آن یک روز را قضا بیاره بعد رمضان و ثانیا باید او کفاره بدهد و کفارهش به این ترتیبی که ما گفتیم و سوم باید استغفار و توبه بکند به درگاه الله متعال. و همچنان در این آیت، در این حدیث این آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خانم از او را امر به کفاره کرده باشد یا امر به قضای روزه کرده باشد، لیکن قول علما این است که اگر خانم هم به اختیار خود کرده باشد همچنان که بر بالای مرد قضای آن یک روز و استغفار و کفاره هست بر بالای خانم هم است، اما در این حدیث امر نشده چون شاید آن خانم عذر داشته باشد، شاید آن خانم بنا به عذر داشته باشد، نو از مثلا عادت ماهانه خود پاک شده باشد، یا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بنا به اعتراف این شخص حکم بر بالای این شخص کرد و خانمش چون اعتراف نکرده بود بر بالای از او حکم نکرد. لیکن اگر چنین کاری
خانم و مرد مرتکب شود و هر دو به اختیار خودشان بوده باشد، هم بر بالای خانم قضای آن روز است و هم بالای مرد، و هم بر بالای مرد و خانم بر بالای هر دویشان کفاره هست. این بود دوستان عزیز بیان حکم کفاره برای کسی که مرتکب جماع می شود و مسائل دیگری که متعلق بر این باب است بعد از دیدن یک برنامه کوتاه خدمت شما در روشنایی احادیثی گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان خواهم کرد. با ما باشید. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترامات مجدد خدمت شما عزیزان هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم که آیه قرآن کریم و همچنین حدیثی متفق علیه و حدیثی که اصحاب صحابه سته را از حضرت ابو هریره روایت کردند دلالت کننده بر این است که کسی که مرتکب جماع با خانم خود در روز مبارک در یکی روزی از روزهای ماه مبارک رمضان می شود، علاوه بر اینکه قضا بر بالای آنها واجب هست، استغفار هم بر آنها لازم است که استغفار کنند و باید کفاره بدهند. اما اگر شخصی در شبی از شبهای رمضان با خانم خود جماع میکند لیکن غسل نمیکند، در حالت جنوب میماند تا اینکه صبح می شود و فجر میدمد، در این صورت بر بالای از او چیزی نیست، نه و این کار اشکالی ندارد، نه بر بالای از او قضایی هست و نه کفاره و این کار اشکالی ندارد. و این مطلب در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، از جمله حدیث متفق علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه و همچنین از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنهما که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصبح جنبا من جماع ثم یغتسل و یصوم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احیانا صبح میدمید، صبح میشد در حالتی که ایشان از جماعی که در شب کرده بودند در حالت جنابت می بودند و آنها بعد از که صبح میدمید بعد از اینکه فجر از آن داده میشد غسل میکردند و روزه آن روز خود را میگرفتند و در روایت آمده که ولا یقضی و قضایی از او هم نمی آوردند. این دلالت بر این میکند که این کار اشکالی ندارد و کسی که در شب با خانم خود هم بستر می شود، صبح می شود، از آن فجر داده می شود او در حالت جنابت هست، بر روزه از او تأثیر نمیگذارد و امام نووی اجماع علما را بر این قول نقل کرده که این بنا با اجماع علما هیچ اشکالی ندارد، چون در حدیث متفق علیه حدیث صحیح ثابت شده است. و همچنین حدیث دیگری امام مسلم رحمت الله علیه از همچنین ابن حبان و ابن خزیمه از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنند که ایشان فرمودند ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء حجاب. شخص نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمد و از ایشان استفتاء میخواست و حضرت عایشه صدیقه از پشت حجاب، از پشت پرده سخن آنها را میشنید. این شخص گفت که یا رسول الله تدركني الصلاة ای صلاة الصبح انا جنوب، احیانا فجر فرا میرسد و اذان فجر داده می شود در حالتی که من جنوب هستم و در ماه مبارک رمضان. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب این شخص فرمود که و انا یدرکن الصبح و انا جنوب فاصوم، و ما هم احیانا صبح می شود، صبح می دمد، اذان فجر داده می شود و ما تا هنوز در حالت جنابت هستم، ما غسل میکنم و روزه خود را میگیرم، یعنی به این معنی که این هیچ اشکالی ندارد. این شخص فرمود که لست مثلنا یا رسول الله، تو که مانند ما نیستی، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تو ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مغفور له هستی، الله متعال همه گناه تو را بخشیده، گناهی که قبلا کردی بعدا خواهی کرد همه بخشیده شده، تو مغفور له هستی، معصوم هستی، ما که مانند تو شده نمیتونیم. آیا این حکم که بر شما هست بر ما هم این حکم است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که والله انی لارجو ان اكون اخشاکم لله و اعلمکم بما اتقی
قسم به الله متعال ما امید دارم که خاشیترین شما، ترسوترین شما به الله متعال بوده باشم و داناترین شما به آنچه که مرا به تقوا و به پرهیزگاری نزدیک میکند به آن باشم. یعنی به این معنا که من خشیت و ترس الله متعال و تقوای الله متعال اینقدر زیاد است که اینقدر که من در ابواب محرمات احتیاط میکنم شما نمیکنید. وقتی که این کار را من اشکالی در آن نمیبینم شما هم باید در این کار اشکالی نبینید. و همچنین کسی که قصداً منی را از خود خارج میکند در او صورت بر بالای از او قضا هست و کفاره نیست بنا به قول جمهور علما و علمای مالکی. مذهب مالکی رأیشان این است که کسی قصداً از خود منی را خارج میکند مانند کسی است که مرتکب جماع در ماه مبارک رمضان شده باشد، هم بر بالایش قضای آن یک روز است و هم کفاره است که قبلا ما او کفاره ذکر کردیم. لیکن قول جمهور علما این است که فقط کفاره در مورد کسی است که مرتکب جماع می شود. اما کسی که مرتکب جماع نمی شود لیکن از خود منی را قصداً خارج می کند یا به دیدن عکسهای مسیر یا به استمناء بالید، در او صورت فقط قضا بر بالای از اوست، لیکن این شخص مرتکب گناه شده باید توبه و استغفار و انابت و رجوع به طرف الله متعال بکند. اما کسی که از او بدون اختیار منی خارج می شود به این معنی که در شب در حالت احتلام از او خارج می شود، در این حالت نه بر بالای از او قضا هست و نه بر بالای از او کفاره هست و این شخص معذور هست و در روزه از او هیچ تأثیری ندارد. این بود بیان احکام کفاره و اهل اعذار که در روشنای احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و آله خدمت شما بیان کردم و در آخر حکم روزه از غیر را خدمت شما بیان میکنم که آیا کسی میتواند که از طرف کسی دیگر روزه بگیرد یا نمیتواند، یا روزه گرفتن از طرف کسی دیگر جواز دارد یا ندارد. به اتفاق علما، همه علما به این اجماع نظر دارند که روزه گرفتن از طرف شخص زنده جواز ندارد. همچنان که نماز خواندن از طرف شخص زنده جواز ندارد، روزه گرفتن هم از طرف شخص زنده جواز ندارد. یک شخصی که در قید حیات از زنده هست، شخص دیگری جایز نیست که از طرف از او یک روزی از رمضان یا چند روزی از رمضان یا کامل رمضان را بگیرد، یا همچنان که برای او جایز نیست که یک نماز یا چند نماز از طرف از او بخواند. اما کسی که روزه نظری بر بالایش است، بر بالای خود نظر کرده، یک روز روزه را، 10 روز روزه را، یک چند روز روزه را بر بالای خود نظر کرده و این شخص قبل از اینکه به این نظر خود وفات میکند، در این حالت بر ورثه از او، بر اقارب از او این است که روزه نظری را از طرف از او بعد از وفاتش بگیرن. و این مطلب در حدیث متفق علیه که از ابن عباس رضی الله عنهما وارد شده، روایت شده آمده که حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند: جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم فقال، یک مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: یا رسول الله، ان امی ماتت و علیها صوم شهر، مادر من وفات کرد و بر بالای از او روزه یک ماه هم است. و در روایت دیگه آمده که و علیها صوم نذر، بر بالای از او روزه نذری هست، بر بالای خود چند روزی از روزه را یا یک ماهی از روزه را نذر کرده بود و قبل از اینکه به این نذر خود وفا کنه به جا بیاره نذر خود را وفات کرد. افاقضیه عنها، آیا من میتونم که این روزه نذری از را از طرف از او من روزه بگیرم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب این شخص فرمودند: افرأیت ان کان علی امک دین فقضیته اکان یؤدی ذلك عنه، آیا برای من خبر بده که اگر بر بالای مادرت قرضی بود و تو قرضی از او را از طرف از او بعد از مردنش وفات به جا آوردی، قرض از او را دادی، آیا این کفایت میکرد؟ یعنی قرضی از او ادا میشد؟ این شخص فرمود که بله، این میشد. اگر مادری من قرضدار می بود و من قرضی از او را از طرف از او بعد از مردنش میدادم، این کفایت میکرد، یعنی براءت ذمه نزد الله متعال میشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فدین الله احق ان یقضى، پس قرض خدا مستحق تر است از اینکه او ادا شود. اگر این حق بنده که می شود، حق خدا هم می شود. قرض که حق بنده هست، وقتی که مرده می مرد، ورثه از او یا قریب از او باید او قرض را بدهند. همچنان نظر
قرض است بر بالای ازی. اگر شخصی بر بالای خود یک روزی رمضان را یک روز را یا چند روز را نظر میکند که من روزه میگیرم و این شخص مرد و روزه گرفتن نتوانست، ورثه از او، اقاربی از او مکلف است که این روزه ها را از طرف از او بگیرند. اما اگر در صورتی که کسی یک روز یا چند روزی از رمضان را بخورد و قادر به قضای از او نشود تا اینکه بنا به عذری بخورد، شخصی مسافر بود چند روزی از رمضان را خورد، شخصی مریض بود چند روزی از رمضان را خورد، خانمی عادت ماهواره داشت چند روزی از رمضان را خورد، یعنی شخصی بنا به عذری از اعذار یک روز یا چند روزی از رمضان را خورد و بعد رمضان این شخص وفات کرد و قادر به گرفتن این روزها نشد، در این صورت بعد رمضان اگر متصل وفات کرد و وقت پیدا نکرد که این روزه ها را بگیرد، در این صورت این شخص معذور هست، نه قضای بر بالای از اوست و نه کفاره بر بالای از او، چون وقتی پیدا نکرده که این شخص این روزه های قضایی خود را بگیرد. اما اگر این شخص بعد رمضان زنده بود، یک چند وقتی زنده بود و روزه قضایی خود را نگرفت و بعد از این شخص پیش از اینکه روزه قضایی خود را بگیرد وفات کرد، در این صورت رأی علمای محدثین و ابو ثور و عده از علما این است که ورثه از او یا اقاربی از او میتونن که از طرف از او این روزه ها را بگیرند و میتونن که کفاره بدهند بدل این روزه هایی که از او قضا شده و قضای از او را نآورده، روزه هایی که بنا به عذری خورده و قضای از او را نآورده، میتونن که این روزه ها را از طرف از او روزه بگیرن و میتونن که کفاره بدهند و گفتن که میتونن که روزه بگیرن بنا به حدیث متفق علیه که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من مات و علیه صیام صام عنه ولیه، کسی که وفات کند در حالتی که بر بالای از او روزه قضایی هست، در اون صورت ولیش از طرف از او روزه میگیرد و ولیش یا قریبش میباشد یا کسایی که اهل ورثه از او هستند و یا کسایی که عصبه از او هستند، از او میراث میبرند، آنها از طرف از او میتونن که روزه بگیرند. این قول محدثین است، اما جمهور علما، جمهور فقهای مذاهب اربعه رأیشان این است که در این صورت ورثه از او نمیتونن که از طرف روزه بگیرن، بلکه باید کفاره بدهند و چون در حدیث دیگری از که امام ترمذی او را روایت میکنه از ابن عمر رضی الله عنه، حدیث مرفوع هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من مات و علیه صیام اطعم عنه مکان کل یوم مسکینا، کسی که بمیرد و بر بالای از او روزه هست، یعنی بنا به عذری چند روزی از رمضان را خورده و قضای از او را نآورده، در این صورت از طرف از او طعام داده می شود، در بدل هر روز یک مسکین باید طعام داده شود. و این حدیث هم موقوف از ابن عمر روایت شده و هم مرفوع از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بنابراین قول جمهور علما این است که در این صورت باید ورثه از او در بدل هر روزی که خورده و قضای از او را نآورده یک مسکین را طعام بدهند. اما حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها گفتند که او در مورد روزه نذری است، مانند حدیث حضرت ابن عباس، نه در مورد روزه کسی که بنا به عذر روزه خود را خورده باشد و قضای از او را نآورده باشد. و این مطلب گفتند که هم از ابن عباس و هم از عایشه صدیقه و از صحابه دیگر ثابت است که بنابراین فتوا میدادند. فتواشون به این بوده که کسی بنا به عذر روزه خود را میخورد و بعد از رمضان روزه نمیگیرد تا اینکه وفات میکند، ورثه از او از مال از او باید در بدل آن روزها کفاره بدهند، چون این فقط قضایی در مورد حج از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و در مورد دیگر عبادت ها گفتن ثابت نیست و این موافق است با دیگر عبادت ها، همچنانه که در رمضان در کسی که از او نمازها قضا می شود ورثه از او قضای از او را نمیارد و همچنین دیگر عبادت ها فقط نص در مورد حج آمده که از کسی که استطاعت حج را داشته و حج نمیکند و وفات میکند ورثه از او میتوند که از طرف از او حج بکند، اما در دیگر عبادت ها نآمده عین عبادت ادا نمی شود بلکه بجای از او کفاره داده می شود. و این بود دوستان عزیز احکامی که متعلق به روزه می شد از کفاره و اهل اعذار و همچنین احکام دیگر که در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کردم.
و در اینجا تقریبا احکامی که متعلق میشد به روزه فرضی، روزه ماه مبارک رمضان خاتمه می‌یابد و در قسمت‌های آینده شروع میکنیم با احکام روزه های نفلی و بیان فضائل و احکام آنها. تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.